عواید گمرک شیرخان بندر کندوز 98% افزایش یافته است. عبدالله حارس رئیس گمرک شیرخان بندر کندوز به رسانه‌ها گفت با آنکه چالش‌های امنیتی در کندوز هنوز هم پابرجاست، اما عواید این گمرک در سال جاری 98% افزایش یافته است، در حالی که سال گذشته در زمان مشابه آنان در حدود 35% عواید را از این گمرک دریافت کرده بودند. ما الحمدلله عواید گمرک شیرخان بندر در حدود 98% افزایش داشته نسبت به سال دیگه و دلیل افزایش نصب سیستم‌های جدید از طریق وزارت محترم مالیه و ایجاد سهولت کاری به تجارای عزیز ما بوده و ما شب و روز در خدمت تجارا بودیم و همیشه تلاش ما همی بوده که بتانیم عرضه خدمات خود طبق قانون گمرکات به وقت و وادش به تجارای خود ما انجام بدیم. با این حال سید مجتبی هاشمی رئیس اتحادیه تاجران افغان در شیرخان بندر کندوز میگوید که در این اواخر از سوی اداره محلی کندوز از مداخلات حلقات مافیایی در امورات گمرک جلوگیری صورت گرفته و با عوض موانع برای تاجران سهولت ایجاد گردیده که بر اثر آن در عواید این گمرک نیز افزایش به وجود آمده است. در گذشته ما مشکلات مختلف روبرو بودیم که حتی ارگانهای امنیتی با گونه موترها یا واسطه ما را ایستاد میکردن و مشکل بر ما ایجاد میکردن که خوشبختانه ما توانستیم با همکاری والی صاحب و قماندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت این مشکلات را از سر راه خود برداشتیم. ولایت کندوز با داشتن 270 کیلومتر سرحد مشترک با تاجیکستان و یک پل بزرگ به طول 670 متر کندوز را با تاجیکستان وصل نموده و اموال تجارتی با عبور از همین پل میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر و وارد می‌گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.